با درود خدمت شما عزیز دلم. عزیزم در خدمت هستم. امروز با یک انرژی خوانی دیگه از سری انرژی خوانی های فال کراش امروز. احساس کراش شما امروز به شما چی هستش؟ میدونید که روزهای انرژی خوانی کوتاه با این موضوع داریم، شب هام موضوع به موضوع انرژی خوانی داریم. حالا طبق خواسته شما اگر موضوع خاصی مد نظرتون هست میتونید کامنت کنید که شب در اون خصوص براتون انرژی خوانی انجام بدم. با نام یاد خداوند و یاری کائنات، آمین که کائنات هر آنچه که پنهان هست رو بر شما عزیز دلم آشکار کنه. این کراش شما امروز حسش اینه که پر بکشه، پرواز کنه به سمت شما بیاد. بنابراین این چیزی که داره کائنات بهش اشاره میکنه میگه که امروز این کراش شما اگر شما رو ببینه پیشنهادش رو به شما میده. احتمال اینکه از کراشتون امروز شما یک پیام دریافت کنید خیلی زیاد هستش و عشق این فرد در اوج خودش هستش. یک عشق آتشین رو کائنات داره در موردش صحبت میکنه. امروز تبادل انرژی بین شما و این فرد خیلی زیاد هست. امروز این فرد اگر شما رو ببینه اعلان عشق خواهد کرد. مسئله دیگری که کائنات داره بهش اشاره میکنه میگه یک هماهنگی بین شما و این فرد وجود داره. گهگداری هم حالا ممکن هست یک جنگی هم بینتون وجود داشته باشه، ولی خب میگه یک عشق آتشین دو طرفه هست، یا اینکه بین شما دوتا هم تفاهم هست هم توافق هست، ولی خب فردی وجود داره که نمیذاره شما دوتا اصلا به هم برسین که اون توافقه برقرار بشه، اون عشق شکل بگیره. انگار یک نفر این وسط اجازه نمیده و فاصله ایجاد کرده. در خصوص عشق شما میگه که همش یه قدم عقب رفتن یه قدم جلو اومدن رو از طرف این فرد دارید. انگار که یک دودلی رو این فرد پشت سر میذاره، ولی جذابیت های شما، نگاه شما خیلی برای این فرد خاص هستش. میگه شاید این فرد از ظاهر مثل سنگ به نظر بیاد، ولی خب میگه زمانش رسیده که گریشیم یک شروع با شما داشته باشه. این رابطه، این عشق یک شروعی داشته باشه، زمانش رسیده. ولی خب میگه که وجود یک رقیب وجود داره، حالا چه از سمت شما باشه چه از سمت این کراش شما، هیچ فرقی نمیکنه. میگه که یک مانعی اینجا ببینید، یک نفر که ساواش یک نفری که جنگ و دعوا میندازه نمیذاره، یه نفر که جلوی این فرد رو گرفته و این فرد میگه رقیب هستش، با شما رقابت داره، یا حالا با طرف احساسی میتونه از سمت شما یا از سمت او باشه. به هر جهت میگه دیدگاه این فرد نسبت به شما تغییر کرده و این یک آتش دوقلو، یک عشق دو طرفه بسیار بسیار زیبا و جذاب رو در خصوصش داره صحبت میکنه. میگه نظر و نیاز کردن این فرد و اینکه این فرد اصلا انگار شما رو از خدا میخواد و دوست داره با شما ارتباط بگیره و اینکه یک دو تا انرژی مختلف رو داره ازش صحبت میکنه، مثل دو تا آدمی که دینشون میتونه یکی نباشه، کیش و آیینشون میتونه یکی نباشه، زبانشون میتونه یکی نباشه، ملیتشون ممکنه یکی نباشه، فرهنگشون ممکنه یکی نباشه، و یا اینکه سطح خانوادگیشون یکی نباشه، یا اینکه حالا از نظر سطح اجتماعی یکی نباشن، از نظر مال و اموال یکی نباشن. به هر جهت یک تضادی رو در خصوص این فرد و شما کائنات داره بهش اشاره میکنه. میگه یه فرقهایی وجود داره و اینکه این فرقهایی که وجود داره باز هم داره بهش اشاره میکنه. میگه اون تفاوت‌هایی که بین شما هستش و یک سری اسرار وجود داره. میگه کائنات بین شما و این فرد که کراش شما و شما حالا یک سری اسراری وجود داره، یا یک سری اسرار از سمت شما و از سمت او وجود داره که حالا او در مورد شما نمیدونه، شما در مورد او نمیدونید رو داره بهش کائنات اشاره میکنه. به هر جهت یک عشقی که اعتراف بهش نشده،
این فرد میخواد که عشقش رو اعتراف کنه، میخواد یک شروع داشته باشه، به خاطر اینکه یک رابطه بسیار بسیار عالی رو کائنات داره بهش اشاره میکنه و با هم بودن، همراه شدن و این موانع اجازه نمیده. این رقیب و این فرد جنگجویی که این وسط هست، یه نفری هستش که همش موضوع رو به جنگ و دعوا یا حالا موضوع رو به بیراهه میکشونه، نمیذاره که این رابطه شکل بگیره. و هر جهت کائنات چیزی که داره میگه این رابطه شما و این فرد پتانسیل موفقیت رو داره، پتانسیل این رو داره که این رابطه یک رابطه خاص باشه و رشد بکنه این رابطه. و مسئله دیگری که کائنات داره بهش اشاره میکنه که روی کارت زمان در مرکز انرژی خانی اومد، میگه که عشق این فرد، اون علاقه این فرد سرریز شده و داره میریزه، یعنی که این یه ظرفی که جام احساس این فرد به قول ترکا تاشیور سر داره میره. برای عزیز دلم اینا از احساس کراش شما امروز. دوستت دارم عزیز دلم. چون تا این لحظه لایک و سابسکرایب نکردی، لطفا لایک کن، سابسکرایب کن، اون زنگوله رو بزن، در نور باشی.